جوان بس کن که دنیا جای ما نیست، متاع و گوهر عمرت جوانیست. برای بخشش و عفو گناهان پشیمانی و اشک دیده کافیست. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اما بعد، برادران و خواهران عزیز، آیا می‌دانید که چشمهای خائن کدام است؟ چشمهای خائن هم در مردها می شود و هم در زنها. چشمهای خائن آن چشمهایی است که هر چیزی که پیش آمد آن را می بینند، صرف نظر از آن که خداوند دیدن آن را حرام گردانیده است. ابتدای تمام فحشا و زنایی که در جامعه پهن شده است همین چشم چرانی و دیدن چیزهایی است که خداوند دیدن آن را حرام کرده است. وقتی مرد فاسق در راه به زن سخن گوید، یعنی به اصطلاح گپ پرتاید، اگر همین زن یک بار هم به او نگاه نکند و او را جواب ندهد، این مرد ناامید می شود و دیگر به دنبال او نمی رود. ولی اگر یک بار نظر کند یا تبسم کند، به دام می افتد و در فتنه گرفتار می شود و مرد دنبال او را سر نمی دهد و رفته رفته به زنا مبتلا می شوند. کم است آن زنهایی که در چنین صورت به زنا گرفتار نشوند. و مردها نیز چنین هستند که با یک خیانت چشم، یعنی نظر کردن به سوی زنی بیگانه، مائل به سوی زنا می شوند. خلاصه کلام، سرچشمه زنا و فحشا چشم چرانی و خیانت چشم هاست که بسیاری از برادران و خواهران ما به آن مبتلا هستند. بعضی ها صحیفه های اینترنتی را وقتی باز می کنند در جستجوی نوارهایی هستند که در مقابل آن زنان نیم برهنه و لوچ نمودار باشد. وقتی یافتند البته در آمدت چنین نوارها را تماشا می کنند و ساعتهای دراز به تماشای آن مشغول می شوند، العیاذ بالله، و یک گناه بزرگ را بر دوام تکرار می کنند. چنین چشمها را چشمهای خائن می گویند و خداوند متعال در آیه 19 سوره غافر درباره آن چنین فرموده است: استعیذ بالله یعلم خائنة الاعین و ما تخفی الصدور. یعنی خداوند چشمهای خائن و آنچه را که در دلها پوشیده است می داند. یعنی خداوند از هر چشم خائن که به تماشای چیزهای حرام مشغول است و از هر عقیده‌ای که در دلها پوشیده است خبردار است و روز جزا و پاداش آن را می دهد. خیانت چشم شرمگاه را به زنا می کشاند که اگر نگاه نمی کرد و چشم را کنترل می کرد به سوی زنا مائل نمی شد. در زنا اولا چشم سبب می شود، بعد از آن شرمگاه. یعنی مرد یا زن اولا می بینند و همین دیدن آنها را به زنا می کشاند. و از همین جهت است که خداوند حکیم هم مردان و هم زنان را از دیدن چیزهای حرام منع کرده و به نگاه داشتن شرمگاه حکم کرده است. خداوند در آیه 3 و 31 سوره نور می فرماید: استعیذ بالله قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلك ازکی لهم ان الله خبیر بما یصنعون. یعنی ای پیامبر، به مردان مؤمن بگو چشمهای خود را از نگاه به نامحرم، یعنی از دیدن زنهای بیگانه، فرو گیرند، یعنی چشمهای خود را پایین کنند و به سوی زنهای بیگانه نظر نکنند و شرمگاهشان را حفظ کنند. این کار برای آنها پاکیزه تر است. بیگمان خداوند به آنچه انجام می‌دهند آگاه است. و در دوام آیت زنان را خداوند حکم می‌کند که چشمهای خود را پایین کنند. استعیذ بالله و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن. یعنی
و به زنان مؤمن بگو چشمهای خود را از نگاه به نامحرم، یعنی از دیدن مردهای بیگانه فرو گیرند، یعنی چشمهای خود را پایین کنند و به سوی مردهای بیگانه نظر نکنند و شرمگاهشان را حفظ کنند. برادر و خواهر عزیز، در این آیت خداوند مردان و زنان را از دیدن یکدیگر در حالی که لباس پوشیده اند منع می کند. پس چگونه شما به تماشای نوارهای فحشا که حالت زنای آنها را نشان می دهد بی پروا تماشا می کنید؟ امروزها بلوای عام شده است که همه برادران و خواهران ما به اینترنت خیلی علاقه بیشتری دارند. اکثر وقتهای خود را در اینترنت می گذرانند که این اینترنت و شبکه های اینترنتی اکثر آنها را به فساد اخلاقی کشیده است. وقت خوبی های اینترنت را که مد نظر گرفتید، البته بدی ها و ضررهای آن را هم به نظر گیرید که البته ضررهای آن خیلی زیاده است. وقتهای پیش اگر دختر تنها امکان سخن گفتن داشت با مردی بیگانه، ولی حالا با واسطه واتساپ و وایبر خود را آرایش داده با لباسهای نیم برهنه و لوچ خود را برای مردی بیگانه نشان می دهد. العیاذ بالله. خلاصه کلام، وقتی چشم خیانت می کند و به چیزهای حرام می نگرد، خیانت چشم شرمگاه را به خیانت وادار می سازد و عاقبت انسان را به تباهی و بربادی می کشاند. پس برادر و خواهر عزیز، از خیانت چشم بپرهیز و فراموش نکن که خداوند از این چشمهای خائن خبردار است و روز از این خیانت پرسیده می شوی. خداوند چشمهای ما را از خیانت نگه دارد و همه برادران و خواهران ما را از دامهای شیطان حفاظت نماید. آمین یا رب العالمین. و السلام علی من اتبع الهدى. خودت از کار زشتت هم غمینی، به دور از دیده من دم نشینی. خدا پیوست ما را در کمین است، ببیند او تو را او را نبینی، ببیند او تو را او را نبینی. جوان بس کن که دنیا جای ما نیست، متاع و گوهر عمرت جوانیست. برای بخشش و عفو گناهان پشیمانی و اشک دیده کافیست، پشیمانی و اشک دیده کافیست. به محشر چون شوند اسرار ما فاش، ندارد سود ای بیداد و ای کاش. تمام خوب و بدهایی که کردیم به دفتر می کشیدن آن دو نقاش، به دفتر می کشیدن.